هوشنگ متولد خرداد 1347 این جانب در شیراز چشم جهان گشود. امروز ما نیومدیم اینجا اصلا بیوگرافی کمیسولوا رو بررسی بکنیم. امروز اومدم یه چیز بزرگ دیگه براتون درست بکنم. آقا ما مگه سلطان درست کردن بزرگترین هر چیزی نیستیم؟ آقا ما مگه سلطان درست کردن بزرگترین هات‌داگ دنیا نیستیم؟ آقا مگه ما سلطان درست کردن بس دیگه هی بزرگترین دیگه کیک تولد بزرگترین یعنی کیک تولد بابا. امروز میخوام بزرگترین کیک تولد دنیا رو واسه کمیسولوا درست کنم. خوش اومدید به قنادی که امروز قرار بزرگترین کیک تولد دنیا رو برای شما درست بکنم. کیک تولد منه. حالا جدی حالا قپی اومدم بچه. بزرگترین کیک تولد دنیا 50-60 کیلو. من نمیتونستم بزرگترین کیک تولدی که امکانش هست رو میخوایم واسه کمیسولوا درست کنیم. فقط با این لباسا نمیشه. بخورم من تو هلوی من کیه؟ لباس نداری. هلو پرزدر من کیه آخه؟ تولدت مبارک. عاشقتم. بریم لباس تهیه کنیم. لباس قنادی باید بگیریم چون موپومام ریزه. بریم. بریم. اینا مال کیه؟ مال خودت. عاشقت. یا علی. خب این لباس اصلیه. خب دست گرفته هر آقا معمولی دارم میزنم میگم خب آقا نظر اومدیم یه قنادی که اینجا بچه وسایل قنادی. این فر قنادیه. داغ بود کم سوخت. من اول یه تشکر بکنم اینجا آقای شعبانی و خسرویانی شیرینی ارکیده. آقا قادر من کار دارم باش وایسا. شیرینی ارکیده چرا بچا؟ آقا هی منو حال میدی الان میافتم اینجا. این چرا بچا؟ دلیلش اینه که پیتزای بزرگترین، لازانیای بزرگترین، هر چی بزرگترین بود فرش و زحمتش ایشون کشید. کار قبلیش حروم زد. خب بچه واسه مواد لازم کیک ما آقا قادر رو پشت صحنه داریم. آقا قادر یکی از خوبای کیک پزی ایران. مامان جان مواد لازم کیک چیه؟ آرد شکر تخم مرغ. چی؟ آرد شکر تخم. همین؟ نه همین سه تا نیست. آقا قادر از پشت صحنه رو میخنده میگه نیست. بچه مواد لازم 55 کیلو شکر، 8 کیلو 55 چیه این؟ 5 کیلو 500. 5 کیلو 500 شکر، 8 کیلو سفیده، 5 کیلو زرده، 35 کیلو آرد معمولی. خب حل همه این حل. آقا شکر اینو 2750. اینو بچه آقا قادر زحمت کشید. من گفتم دیگه آقا قادر وایسا. آرد کجاست آقا قادر؟ آرد اونجاست. آقا چقدر آرد باید باشه؟ یه دونه. اینو مامانم داد به قرآن. ببینم دستی میزنی 3 کیلو رو. بزن تو. آقا بریز میریم اندازه میگی یا حسین. بگی من ولش کردم و خیلی سفته. دیدی 3 کیلو 800 گرم. 3 کیلو 800 باید باشه دیگه. 3 کیلو 150 گرم. 700 گرم بردارم. یعنی زیاده الان. آره 3 کیلو 150 گرم. آقا حالا مگه طلاست؟ خوبه آقا خوبه همین عالیه. برو سفید است این بابا. چقدر؟ این سفید است دیگه. 1 کیلو 390 سفید است بچه. آقا بیا اینجا 3 کیلو 4 کیلو دقیق 3950. اوکیه. تا الان بچه‌ها ما آردو خامه که نه آردو چیکار کردیم تا الان اصلا؟ آردو شکر رو سفیده رو زدیم. زرده مونده. زرده رو باید بریزیم توی اینکی. آقا اینا واقعا سفیده تخم مرغ. چی؟ آره دیگه سفیده است دیگه. واقعا سفیده است. زرده ولی سفیده است. درست. آقا این زرد است. 2500. بسه دقیق 2560. الان ما چیکار کنیم آقا قادر؟ تموم شد. چی؟ این چقدر بیکینگ پود؟ آقا یه دونه قاشق بیکینگ پود بچه باید بریزیم. بیکینگ پود چیکار میکنه؟ باعث میشه کیک بیاد بالا. پف میکنه. کیک میاد بالا ها؟ کیک میاد بالا. یعنی اگه بخوری میاد بالا. اگه بخوری سیخ میشه، گردش کنی میخ میشه. نه یه دونه چیز بود زرو مثلا. بابا چیکار داریم دیگه الان؟ با همزمان سفیده ای که زرده رو خب میریزیم توی همزن. با دست هم میزنه. نه بابا دستگاه داره. دستگاه فکر کردم. بیا بالا بزن فشار بده. حله. آقا یه چی من بگم همین الان دستم تخمی شد. تخم مرغی شد. آقا اینجا یه دونه دستگیره است. اینو اینجوری بچرخونی. بزن. وای چقدر باحاله. الان داره زرد سفیده رو چیز میکنه. سفیده رو با چی قاطی میکنه؟ با خود سفیده رو کلا انقدر داره هم میزنه که چیز بشه. اینو دستم تخمی. بچه سفیده اومد بالا. الان میدونی الان دستمون بره این لا چی میشه؟ برای چی؟ خیلی بد میشه. شکر کو؟ شکر همشو بریزم؟ آره. خب شکر رو میریزیم بچه‌ها. برید. قشنگ بریز همه رو بریز.
وایستاده داره چای میخوره، من دارم البته تولدشه. پینگی با نیم قرن تجربه. مامان میرم این تو من هم بزنه یه بار دیگه اینجوری. بلدم بابا. قشنگ درست برید اونجوری نه. دنده سه بزن. چی؟ میگه بزن دنده سه. میگه بزن دنده سه. خاموش. سه. سه. الان سه؟ آره روشن کنم؟ سه الان؟ سه آره. خب برو. این چقدر زرده شبیه خامه شد. سفیده زرد. این سفیده. خب الان ما باید چیکار کنیم؟ بیا اینجا. الان باید اینو دیگه بیارین رو پایین پاتیل بریزیم. بیا بگیر. یک دو سه. گیره. چرا؟ نمیدونم. جک داره. جک ها رو باز کن. خب پروانه رو گردوندم. قشنگ بگردون. پروانه رو بگردون قشنگ بیاد پایین. قشنگ بیار قشنگ. آره. بلند کن خودت بلند کن. در من. حالا بذار پایین. چرا اینقدر داری زحمت میکشی؟ گیر آقا بگیر. باید چیکار کنیم الان؟ اول زرده رو میریزیم تو این بچه‌ها. ببین سری صفر میشه. زرده رو که ریختیم بعد اینو بریزیم توش. بعد اینو برگردون. وایسا اینو ببرم. زرده رو بزن. زرده رو پاک کن همشو بریزین تو. بده من. اینو بگیر. استرس چرا میدی آقا اینقدر؟ اینو من خالی اینو بگیر. اونو بده من. اینو بگیر. اینو بده. اینو بگیر. اونو بده. بابا اینو بعد در میاد توش. اینو در توش. وایسا پاتیل بخوابون بزن لای پاتیل. این پاتیلو بخوابون اینجوری. وای بو تخم مرغ داره میاد. بی کنار برو. چی؟ سخته؟ حالا بعد این من چیکار کنی؟ یه اوستا میگه باید با دست تمیز کنی. همین روشو اینجوری بریدم تو این. اینم همینطور. نه آقا دستاتون تمیزه شما. بعد اینو باید بگیریم اینجوری بریم بدیم بشوریم. خب بچه‌ها گفت اینو باید هم بزنم با همین چیز. نه اونجوری. با اون نه. اینجوری نه. ما با دست نمیتونیم. بابا. عالی. بابا بده تای. بده تای. بابا بره تای. داد نه. حاجی خسته نباشی. این کشتیه. خسته نباشی بیا. حله. خسته شدی؟ خب بچه‌ها این مثلا تولد من دوست. دستا رو نگاه. عالی یواش. اینجوریه نگاه داره یاد میده. آقا مگه مال از یاغی داری پس میگیری؟ صبر کن. همینه. آردا میریزه. همینجوری هم. سری گلوله نست. ایوالله. تون. همینو برو. بسه؟ درسته. صفر شد. شد. آقا خیلی سخته خدا وکیلی. خسته نباشی کینگ سولوا. کدتم. عشق. مایه کیکمون آماده شد. من بهتون پیشنهاد میکنم تولدتون نباشه هیچ موقع. مایه کیکم آماده شد. دیگه فکر کنم باید بریم سراغ مایه لایه کیک و پختن. تمام. عاشق. اول چرب کنیم. اول تو چرب میکنی؟ اول باید چرب کنی دیگه. نه معمولا در کل زندگیت اول چرب کردی. اول باید چرب کنی. هیچ وقت برو. کوین سولوا داره چرب میکنه. یه کار بابا داره انجام میده کوین سولوا. پینگی بیا اینجا. You are my sunshine, my only sunshine. کوین سولوا بچه‌ها داره چرب میکنه. اینجا نمیخوام. مامان بده من. خب بچه‌ها اینو داریم قالبا رو دورش هست. بده من. بیا اول تو یکی. بعد روی کاغذم باید روغن بزنیم. بچه‌ها داریم قالبا رو چرب میکنیم، توش مواد بریزیم، بعد از اینکه مواد ریختیم میره واسه پخت. خب بچه‌ها این قالب رو میایم اینجا زیرش رو باید تمیز کنیم، میریزیم این تو. تلپو میریزیم این تو. دوباره تلپی میریزیم این تو. یه تلپ، دو تلپ، یه تلپ، دو تلپ. خب حالا بذار داستانو بگم. بچه‌ها هر 4 تای این قراره یک کیک بشه. یعنی چی؟ طبقه اول، 2 طبقه، 3 تا قرار انقدر کیک بشه با چیزی که ما داریم. منتظر باشید نتیجه نهایی رو ببینید. خب آقا فرداغ شد. خب بچه اینا قشنگ قالب بندی شد. بچه قادر از اون پشت میگه یک در میون. چی؟ این تو کونت نره. تو چی نره؟ چی؟ میگم این مواظبش نره تو کونت. متوجه شد. آقا خیلی داغه. اول راستش کن بعد بذار. چی میگی؟ اول راست. اوه خیلی داغه. بده من. برو. بده من. بگیر. برو بیار بالا. خوبه. خب در شماندم. وای داغ بود.
بچه اینا بپزه خامه رو چیز میکنیم با هم دیگه میچینیم مخلفات میزنیم عکس کینگ هم دادم سفارش بدم بزنیم روی کیک. بچه ما متوجه شدیم موز ندارم واسه لایه چون بابا عاشق موزای دراز موز دراز باشه موز زرده عاشقتم خیلی دوست اینا کیلو چنده کیلویی 50 این وریات خب حله بچه موز پیدا کردیم همینو میگیریم سری میریم بابا دارم اولین کسی کیک میزنن آقا اختراع میکردیم سلام عمو من میگم آقا هندونه بگیریم بزنیم لای کیک میگه نه آقا هندونه رو لای کیک میزنن نه آقا من میگم خب اختراعش کنیم 100 ندارید بله بابات بگیر 100 چیه چند میگی 55 یعنی نیم قرن تجربه نیم قرن تجربه بوس چی بریم ببینیم زشته خب آقا ما رفتیم موزه گرفتیم داغه با دستگیره به قرآن حرارت زد من انداختیم بر میخوای من بردارم بابا به قرآن دارم میپس قادر نمیتونه کار نکرده دیگه یاد بگیر بای قادر نخوره گم قهرمان زندگی من یه کیک آورده قهرمان زندگی من بنده این رو بچه ها تا قادر اونه اونا رو کی هم در بیاره قادر دمت گرم ما میریم علیه صورتم سوخت بابا خیلی داغ یه دونه کیک آورده قهرمان زندگی من چیکار با تو خیلی مخلصیم خیلی نوکرتم You are my sun. بابا این صفر تا صدش خود داری انجام این میدی داغه. بچه‌ها میخواد از قالب دراره هر اینو کجا بندازم بذارم تو همین پوستشو آروم خیلی آروم باید داری برو آها تمام خب جان بیا اینا میان اینجا تمام برو برای بعدی آقا کیکا سرد شد باید ما هم وسط نصف کنیم چرا چون میخوام ارتفاعش یه جوری بشه پشم ریزون بشه خب چه خبر سلامت ردیفی خسته شدی عالی مامان میدونی عاشقانه دوستت دارم میزون خیلی دوستت دارم منم ها. دوستت یه دارم. صحبتی بخوای بکنی با مخاطبین چیه بابا یه صحبتی بکن صحبت بکن با بچه‌ها یه صحبت بکن صحبت آقا یه چی ای بگو بابا. به بچه‌ها. خب بابا به خاطر اینکه وسط اینو از نصف وسط کنم. باید نصف کنم. خب نه یه دقیقه این هیچی کاغذ نگو بذار بابا اول بذار نصف- ببینیم چی میگه بچه‌ها خب اینو به خاطر اینکه باید نصفش کنی بذاری رو هم وسط نصف شه قشنگ خب اندازش در بابا بیاد. یه چی بگم به خاطر اینکه ناراحت نشه بی صحبت بگو بیا. مامان بیا مامان بیا مامان بیا آورد می‌ذاریم با مخاطبا حرف بزنیم؟ بله بفرما بفرما خب بچه‌ها عزیز خب بابا اینو به خاطر اینکه بچه ما میخوایم این ارتفاعش بیاد بالا واسه همین باید از وسط نصف کنیم کاغذ آوردیم که آره عشق کردی بچه کیک شما نگاه اسفانجیو بچه اینم میذارم اینجا اینو حالا خودش وسط الگو شد دیگه خب بیا یه دونه مامان بزنه و تمام خب این خب کاغذ ادیتور همینجا کات کن ویدیو این کاغذشو بکن دیگه بچه ها انقدر مامان اصرار کرد من گفتم یه دونه هم شو مامان خوب تو رو خدا از من راضی من قدر تو میدونم شما رو من میذارم تاج سرا قربونت برم مامان بابا بعضی وقتا تو دایرکتاش این سری دختره هستن یکیشون نازنین بود من دیدم بهش گفته بود نود بده خب نازنین یه مرده نود میدونی است. چیه نه. نود چیه؟ یعنی چیه نود مامان آقا دمت گرم. خب بچه خامه یخصده رو بابا ببر اون بر بچه الان میریم مرحله هی میخوام اینو خامه بر وزنشی خیار خامه بر وزنشی خیار. خامه بر وزنشی خیار. اگه اونو بگی من همین 1 میلیون میدم بی برو اصلا ببین یه بار دیگه با من صحبت کنی من دیگه با شما صحبت نمی‌کنم همش جان دمت گرم اینجا نگاه وقتی بعد یه هفته یه دونه دیگه بده بیا من. پایین‌تر بس یکی بسته؟ آره بس کل مطمئنی؟ بده من. یکی بسته؟ خب بیا بده من همون یه دونه بسته بزنم این ورو بگیر اون رو بگیر اون ورو اینو بگیر بیا اینو چی میگی بابا اینو بگیر بده بالا آقا اینو بگیر تلپی بندازم یا مادر
حالا جکو رو پیچو ببینیم اینجا شما جک بگی. بچه جک اینجوریه نگاه. حالا جنگ بده یک اینجاست بچه، یکش این دنده است. موزو خورد بکنیم. موزو باید اسلایسش کنیم. موز اسلایس کنیم. یه لا خامه، یه لا خامه، یه لا چیز، یه لا کیک، یه لا اینجوری سرشو میبریم. خب موزا همه خراب بود بچه، موز نبود. بابا یکم ژاپنی با من بزنی. جویو گما جویو تو نه خاط بود سوی وزن این حرفو نزن بابا. اینا رو باید اینجوری برید. حالا خورد میکنی نگاه کن. خب اینم از خامه. اینو باید بذاریم اینجا دیگه، بریم سراغ چیدن کیک تولدت. عشقم نوکرتم. باشه چند ساعت درگیر درست کردنی؟ یه 4 ساعتی میشه. 4 ساعت بچه رو داریم کیک رو درست میکنیم، هنوز به خامه زدنش نرسیدیم. بگیر اون منو بگی بریم. کیکا رو چیدیم اینجا. من یه دونه رو بذارم. خوبه این؟ آره بیشتر برد. انقدر خوبه؟ بیشتر برد. انقدر بذاریم اینجا. خوبه؟ چجوری وصاف کنم؟ بیا یه دونه بگو. انگشت رو بذاری اونجا. خب حل. الان من موز بریزم. بریز. خب بریز یه دونه لایه رو شما بریز، بقیه رو من چیز. قیفه رو بیار، قیفه رو بده. قیفه. لاش شکلات میزنیم. حله. خب آقا دیگه از بعد چیز میکنم. اینوری بذارم یا اونوری؟ فقط صاف بذار. هر طرف میذاری صاف بذار. چشام ببین. چشای من چیه اسمش؟ ذره‌بینه. خامه بده. یه لایه من میزنم بابا، یه لایه تو. یه لایه من میزنم، یه لایه تو. صاف بگیری هم. آقا گرفتم سرشو دیگه. اینو از اینجا اینجوری میگیری. خب بده مامان درست کنه. اینو ببین کار ما نیست. خوبه. برو بعد. بده من. نه آقا چی خوب. بده کوین دیگه. داداش مال خودمه. وایس سلس. بیا مامان بیا بزن. بابا یه لحظه نمیذارید استعدادای من شکوفا بشه. ببین اصلا بلد. موزا رو میذاریم اینجوری لابلا. تو موزا رو بچه‌ها یکم موز میریزیم، یکم شکلات نوتلا بچه‌ها. هی موز هی نوتلا. نوتلا رو اینجوری بس. عشق کینگ سولبا. دمت گرم. بس. نوکرتم. خب یه لایه دیگه. آقا لایه بعدی رو میذاریم. وای صاف بذار. همین جوری بزرگه. آقا این ترازه. این صاف. بابا شرطی سر چی؟ به خدا ترازه. آقا این ترازه. آقا آیفون تراز داره. همین الان این تراز آیفون کو؟ اینا ترازه. سرس شد. ترازو نمیگم، اینجا بیرونه، این باید بره اونور. خب اینو از اول بگو. میگه باید فشار بدی. فشار بده بره توش. میره توش. قشنگ بتپ توش. مرسی تپید. مامان من بابا اصلا مال این کار نیستیم. شما بیا اینو چیز. خب سری برو من لایه بعدیو بذارم. آقا تصمه شد. نه اینجا رو. تصمه شد. تصمه چیه؟ تصمه مال آرد بود. چی؟ نه خیلی مال خامه بود. این کثافت نکنین. بعدی هم میذاریم سری. آقا این خیلی این آقا لایه 1 2 3 4 تا مثل همین مونده، یعنی تا اینجا میاد فکر کنم دیگه ان شاءالله. تازه سورپرایز اینه که عکس کینگ سولبا رو من زدم بذارم رو. وای تو چقدر عاشقت. قول میدم این بار چیز خوب بکشم. اصلا ببین مامان یه لحظه نکن، من تو سفیدی بکشم. یه لحظه نکن ببین اصلا این بار یه قول ابروشم بکش. خب قول دادم من واسه شما یه خوب بکشم، این بار چیز زشت کشم. اینو من کشیدم دیگه. اینا مال کیه دیگه؟ یعنی اینکه عاشقتم. ماما کساف. بچه‌ها بریم لایه ها رو بذاریم میایم خدمت. اینم از آخرین لایه بچه‌ها. دست کوین سولبا واقعا در گرفت. من دارم دور سرت بگم. نه دست کوین سولبا در گرفت چون داشت این. آقا همین الان گرفتی دست تو اونو. بذار دستتو ببوسم بندت شم. عاشقتم. آخرین طبقه همینجوری میذاریم اینجا. 1 2 3 4 5 6 7 8 لایه به عشق اینکه 8 بار تو 8 تا این کیک بزرگیه واسه ما. خدایی ما دهنمون صاف شه اینو درست کنیم. به جون کینگ سولبا 4 ساعت خورده یه اینجا این قسم میخورم. اینم لایه بعدیش کار ما نیست. واقعا یه کار اصولیه که بعد اوستا بیاد انجام بده. اخ لقی بعد نمیبره توش. خب اوستا اومد اینجا رو نی کرد تو. به خاطر اینکه هم سنگینه هم خیلی بلند شده 2 تا نی میزنه توش که صفمونه ها. واقعا بچه بزرگه. جدی واقعا بزرگه. اینا جدی. چند کیلو شد؟ اوستا گفت 19 کیلو بچه. 19 کیلو کیک.
خدا اینجا رو رسوند، اصلا کار ما نبود. یعنی جدی اگه بچه اوستا نبود، عمو نبود، بچه‌ها نبودن اصلا نمیشد واقعا. به رفتیم به تزیین. بچه‌ها داشتیم صحبت میکردیم، میگفت این سایز کیک عروسی ما میبریم. یعنی گفت الان میگم کیک تولد بزرگه، این واسه تولد خیلی کیک گنده ایه. یعنی میگیری من منظورم ببین الان گند میزنه، عبالا زد بیرون، عبالا زد بیرون، عبالا زد بیرون، عبالا عمو زد بیرون. ولی خدایی خوب تزیین کردم نسبت به عمومی. فقط هیچ آقا مبارک باشه. اینم بزرگترین کیکی که من میتونستم واقعا درست کنم همراه مامانم و زحمتایی که بچه‌ها کشیدن. دمتون گرم. ولی واقعا بچه‌ها بیشترش خودمون درست کردیم، واقعا دارم میگم. اینا فکر کردم خود کیک افتاد. آقا 5 ساله حالا چه فرق، این داره کج میشه نمیدونم. از این ور حاجی، از این ور قشنگ کجه، قشنگ انقدر سنگین شده. بچه‌ها 20 کیلو کیکه. سریع آرزو کن. آقا از همه بچه‌هایی که زحمت کشیدن این کیکو درست کردن ممنونم. از همه بچه‌هایی هم که توی خونه دارن منو میبینن، از اونا هم امسال چه تجربه کردی بابا؟ خدایی دارم میگم واقعا خیلی حس خوبیه. من هر جا میرم واقعا بهم لطف دارن. خیلی ممنون از اینکه امسال با من و سهیل بودین. تشکر میکنم ازتون. دمتون گرم. عاشقتونم. آقا عاشقتم. فوت کن اینو. مبارک باشه. مبارکه. آقا امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. تا تولد بعدی کینگ سولبا خداحافظ.